سلام بچه ها، امروز اومدیم با ویدیو جدید دیگه. امروز نقل و انتقالات فوتبال این تابستون رو آوردیم بهترین لیگ‌های دنیا. از نظر نقل و انتقالاتی رو آوردیم لیگ عربستان، ترکیه. حالا ترکیه هم بازیکن خوبی خریده مثل گلاتاسرای و بشیکتاش و فنرباخچه، بازیکن خوبی خریدن. و لیگ انگلیس، فرانسه، بوندسلیگا، سری آ و لیگای خوب دنیا، لالیگا. آوردیم تو هر یه ویدیو دو تا از این لیگا نقل و انتقالای تیماشون رو میگیم. و امروز اومدیم لیگ انگلیس و لیگ فرانسه. فرانسه 2-0 فقط پی اس جی. حالا مارسی و اینا دارن چند تا نقل و انتقالات. و امروز اومدیم نقل و انتقالات لیگ انگلیس و فرانسه. تیم اول منسیتیه و بازیکن اولش الان بهتون میگم تا بیاد تو ترکیب. متو کوواچیچ هستش، بازیکنی که از چلسی، هافبک خوبه. کوواسی از چلسی اومد به سیتی و به جمعشون اضافه شد. بازیکن بعدی گواردیول بازیکن او هم کوواسی هستش که اون از اولین تیمش اومد سیتی، یعنی لایپزیش، و اومد و واقعا یه پیشرفت خوبی داشت در کنار پپ و دفاع خوبی داشت. من شاید بپرسین چرا جانسون یا آکانجی رو نیاوردین. حالا به نظر من گواردیول بهترشونه، سخته بین اینا. بازیکن بعدی متو نونز هستش، حالا نمیدونم درست میگم یا نه. بازیکن از ولور همتون اومد به سیتی و که اهل پرتغال هم هستش، بازیکن بدی نیست. و هافبک ها هم که میبینی رودریگو، دی بروینه و برناردو سیلوا خیلی بهترن. بازیکن بعدی دفاعی که سخته با گواردیول اینش کرد، یعنی در یه حدن، حالا یکم گواردیول بیشتر. آکانجی که از دورتموند به سیتی اومد. این از نقل و انتقالات. حالا آکانجی شاید مال کم قبل باشه، ولی ما هم گفتیم بیاریمش. گومز هم همینجور بوده مثل آکانجی. و میریم با تیم بعدی که تاتنهامه. همینجا هم نشون میدم چون یه دونه بازیکن فقط داره، اونم جیمز مدیسونه. بله، جیمز مدیسون. بریم توی تاتنهام. من اینا رو از قبل انجام دادم که اونجا انجام دادم که توی ترکیب هم آوردم و بریم بهتون بگم تاتنهام ایناش. و بریم من آرسنال همینجوری گذاشتم و اینا جیمز مدیسون اینجا گذاشتمش. من ام بازی میکنه از جیمز مدیسون. تیم بعدی لیورپوله و با لیورپول میریم و با بازیکناش و نقل و انتقالاتش برمیگردیم. خب اومدیم لیورپول و بازیکن اول گراونبخه که همین تازه اومده، جدیدترین بازیکن نقل و انتقالات لیورپول بوده. گراونبخ که از بایر مونیخ اومد به لیورپول، پیشرفت خوبی داشت. اومد و من خیلی فکر میکنم زیاد بازیش نمیدادن و اومد لیورپول. بازیکن بعدی از لیورپول زوبوسلای هستش، بازیکن مجارستانی که از او هم لایپزیش این فصل واقعا بازیکناشو بعد از دست داد. زوبوسلای اومد و گذاشتمش تو ترکیب فیکس. بازیکن بعدی الکسیس مکالیستر، بازیکن آرژانتینی که کمک آرژانتین هم کرد برای جام جهانی
و اینم سخته بین گراونبرخ، مکالیستر و زوبوسلای و این اندو انتخاب کرد که بذاریم. هافبک‌های زیادی از دست داد و هافبک‌های خیلی جوون رو گرفت. لیورپول همه پیرا هافبکاشو داد به لیگ عربستان و واقعا بازیکن جوون. این اندو حالا اومد به لیورپول و تیم بعدی آرسنال هستش. میریم با تیم آرسنال و نقل و انتقالاتش. خب بچه یه نکته هم بگم، مثلا هری کین الان از تاتنهام رفته به مثلا بایر مونیخ. ما نمیایم جزء نقل و انتقالات های انگلیس حسابش کنیم، میایم جزء نقل و انتقالات های بوندسلیگا حسابش میکنیم، یعنی بازیکنی که فقط میاد توی اون لیگ رو ما حساب میکنیم یا اون تیم. بازیکن اول آرسنال دکلان رایسه، جو که میبینید واقعا خوبه که جدا شد به نظر من از وست هم. واقعا لیاقتش بهتر از اینا بود دکلان رایس و آوردیمش دیگه. بازیکن بعدی از آرسنال تیمبر هستش، بازیکنی که از آژاکس اومد و بازیکن خوبیه دیگه، دفاع خوبی داره. گابریل و سالیبا، تیمبر همش اضاف شد. بازیکن بعدی کایل هاورتز هستش، واقعا یه CAM و یه CDM واقعا فوق‌العاده رو گرفت آرسنال، یکی هاورتز و یکی دکلان رایس. و هاورتزی که از چلسی اومد، واقعا بازیکن خوبی بود کایل هاورتز و اومد آرسنال. قرارن اینا قبلی که بیون واقعا آرسنال عالی بود، اینا اومدن دیگه چقدر خوب شد. و بازیکن آخر داوید رایا هستش، تعویضی برای گل رمزه که توی گل 100% و رایا از برتفورد به جمع آرسنالیا پیوست. تیم بعدی که قراره ببینیم استون ویلا هستش. بریم با استون ویلا. خب بازیکن اول لنگلت هستش، بازیکن تاتنهام بود قرضی، یعنی الان بازیکن بارسا قرضی رفت تاتنهام و بارسا قرضی دادش به استون ویلا. و اینجا میبینیم دفاع پاو تورس و دیگو کارلوس رو داریم و بهترش هم به نظرم و تعویضای واقعا خوبی داره تیم استون ویلا. تیمش هم واقعا بد نیست. که بعدی که قرار ببینیم بگم زانیلوه و بازیکنی که همین تابستون 2 تیم عوض کرد، از روم به گلاتاسرای رفت و از گلاتاسرای هم که میبینیم به استون ویلا آمده. و بازیکن بعدی موسی دیابی، به نظرم واقعا یه خرید خوب برای استون ویلا. این موسی دیابی بود که از بهترین خریداش بودش، بازیکنی که از بایرن لیورکوزن به این تیم پیوست. بازیکن بعدی فکر کنم تیلماس، بله تیلماس هستش. تیلماس کرده خوبی بود، اون هم توی تیم وقتی لستر سقوط کرد و به چمپیونشیپ رفت اومد به استون ویلا. و بازیکن بعدی که تمام شد، بازیکن بعدی پاو تورس هستش. اینم واقعا خریداش عالی بوده، پاو تورس، دیابی، تیلما و برای تعویضی دفاع لنگلت. واقعا تیم خوبی جمع کرده. پاو تورس هم که عملکرد خوبی داشت در ویارال و خدمتش گرفت. تیم ملی اسپانیا هم دعوت شد. و تیم بعدی تیم منچستر یونایتد و همین الان
یه سره میرم با بقیه تیما رو ببینیم با هم. منچستر یونایتد که اولین بازیکنش سرجی رگیلونه، بازیکنی که واقعا خوبه. هویلند خریدار خوبی داشت. رگیلون که فکر کنم شاو بهترش باشه، لوک شاو، و اینا فکر کنم باید تعویضی گرفت. اینا انتقال قرضی بودش، تاتنهام اومد اینجا. که بعدی جریان هم داره هویلند، هواداره من سیتی هم که هالند دوم میشناسنش. هویلند بازیکنی که آتالانتا، بازیکن خیلی جوون 19 ساله از آتالانتا اومد. اگرم بشناسینش، بازیکن مثلا یه برگه و معلمش اینا گفته مثلا دوست دارین چه کاره و ایناشین، گفت به تیم ملی دانمارک دعوت شدم به منچستر یونایتد برم، به دوتاشم رسید. و بازیکن بعدی هم آمراباته. این بازیکن درخششی در جام جهانی و درخشش در فیورنتینو باعث شد که به خدمت بگیره این بازیکن رو. و بازیکن بعدی واقعا یکی از اوناییه که خودم واقعا دوستش دارم، آمرابات. و بازیکن بعدی میسون مانت هستش که نمیدونمش. میسون مانت واقعا بازیکن خوبی هستش این هم، و از چلسی اومد به من یونایتد. تیم نیوکاسل، تیم یکی مونده به آخری. نیوکاسل رو بریم ببینیم که فقط یه بازیکن داشت مثل تاتنهام. حالا فکر کنم فقط من تونالی که جابجا شدن، تونالی فقط اومد و واقعا بازیکن خوبیه. این بازیکنم واقعا من دوست دارم. تونالی واقعا بازیکن خوبیه، بازیکن جوونه 2 ساله، قد خوبی داشت. و بازیکن بعدی از رفتیم سراغ تیم آخر انگلیس و یه تیم دیگه مونده که از لیگ فرانسه است، تیم چلسی. دیگه من یه سره میرم تیم چلسی. واقعا بازیکن جوون، بازیکناش خیلی از دست داد. چون بازیکناش رفتن لیگ عربستان و بازیکن جوونی هم ولی خرید. اولین بازیکن کایسودوه، بازیکنی که از برایتون اومد. بازیکن 21 ساله میبینیم کایسودو. و من گذاشتمش گالگر و انزو فرناندز هست. و بازیکن بعدی رابرت سانچزه، دروازه‌بانی که بعد از رفتن کپا به رئال مادرید به خدمت گرفتنشو گذاشتم سمت دروازه. بازیکن بعدی که جکسونه، بازیکنی که از ویارال اومد به چلسی و واسه مهاجم گذاشتمشم فیکس. و بازیکن بعدی اکسل دیساسیه که از موناکو، ایشون از موناکو رفت به تیم چلسی. بازیکن بعدی انکونکو هستش، واقعا که از ستاره‌هایی که خرید. حالا میتونست انکونکو به تیم بهتری بره و همینا بودن. و این فکر کنم تیم آخر انگلیسی اون باشه فولام. 2 بازیکن کمی دار، بازیکن زیادی خریدا، ولی به نظرم اصلی ترینشون اینا بود، این 2 نفر. 2 تاشم مهاجم و خیمنزی که 2 تاشون هم از ولور اومدن و آداما تراوه. اینجا هم که متروویچ بود رفت به
الهلال کنار نیمار رو یکی از دیدین هتریکش در مقابل الاتحاد و همین تیم آخر این ویدیو که قراره با هم ببینیم پی اس جی. میریم با بازیکن‌های پی اس جی که نقل و انتقالاتش برمیگردیم. خب اومدیم پاریس. تیم همین جوری توی پاریس هم میگم اوبامیانگ رفت مارسی که از چلسی رفت مارسی و زکریا هم از یوونتوس رفت موناکو. گفتم نشون ندم همین جوری بگم. کنه اول کلوموانیه که فکر میکنم جای کیلیان امباپه گرفتنش. واقعا امباپه‌ای که دیگه واقعا امسال قطعی شده بود بره رئال مادرید و نرفت و پولو ترجیح داد به رویا. واقعا من که از اونا بودم که امباپه دوست داشتم بیاد به رئال و کلوموانی فکر کنم جاش گرفتن و الان امباپه مونده و تعویضی شده با اومدن راموس و کلوموانی که از اینا. نفر بعدی اونجا عثمان دمبله هستش که بارسایا میخواستن، یعنی پیشنهاد داد پی اس جی که دمبله و گاوی رو بدین و امباپه رو ببرین. پاریس بارسا قبول نکرد و با پول فکر میکنم عثمان دمبله رفت کانسلو و ژائو فلیکس رو خرید. که بعد دمبله است که میشناسید، نیاز نیست توضیح بدم. بازیکن بعدی راموسه که جوون و آینده داره که از بنفیکا اومد و بازیکن بعدی مارک آسنسیوه، یک دوتا وینگر از رئال بارسا برد جای مسی نیمار و مارک آسنسیوه که از رئال اومد دیگه همتون میدونین فکر میکنم. بازیکن بعدی دفاعی که جای راموس گرفتنش. راموس هم گفته میشه که داره به لیگ عربستان میره. شکرینیا هستش که از تیم اینتر پاریس اومد و اصلا اینجا در پاریس عملکرد خوبی نداشت. و بازیکن بعدی لوکاس هرناندز هستش و لوکاسو من اینجا گذاشته اینجاست و لوکاس لوکاس از بایر مونیخ اومد. من بایر مونیخ میمون بهتر بود. البته پی اس جی هم بیشتر بهش بازی میرسید. بازیکن بعدی پاریس لیانگ هستش. بازیکن ام ژاپنی فکر میکنم بله کره‌ای هستش. بازیکن که از مایورکا اومد به پاریس سن ژرمن و اینم بود از پارت اول نقل و انتقالات بهترین لیگای دنیا. پارت بعدی رو نمیگم چه لیگایی میخوایم بریم. میریم با دوتا لیگ بعدی و اگه دوست داشتین شما توی کامنت ها بگید و همین دیگه. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و فعلا